روزی روزگاری یه آهو بود. آهو خیلی خوشگل بود. یک روز یک پری سراغش اومد و بهش گفت: آهو جان، دوست داری شوهرت چه جور موجودی باشه؟ آهو گفت: من عاشق شدم، عاشق یه مرد خونسرد و خشن و زحمتکش. اسمش میدونی چیه؟ اسمش جناب الاغه. پری آرزوی آهو رو برآورده کرد و آهو با یک الاغ ازدواج کرد. گذشت 6 ماه بعد آهو و الاغ برای طلاق سراغ حاکم جنگل رفتند. حاکم پرسید: علت طلاق؟ آهو گفت: توافق اخلاقی نداریم، این خیلی خره. حاکم پرسید: دیگه چی؟ آهو گفت: شوخی سرش نمیشه تا براش اشوه میام جفتک میندازه. حاکم پرسید: دیگه چی؟ آهو گفت: آبروم پیش همه رفته، همه میگن شوهرم حماله، مشکل مسکن دارم، خونم عین طویله است. حاکم پرسید: خب دیگه چی؟ اعصابم رو خورد کرده، هرچی ازش میپرسم مثل خر بهم نگاه میکنه، تا بهش یه چیزی میگم صداش رو بلند میکنه و ار میکنه. حاکم گفت: دیگه چی؟ از من خوشش نمیاد، همش میگه لاغر مردنی، تو مثل مانکنا میمونی. حاکم رو به الاغ کرد و گفت: آیا همسرت راست میگه؟ الاغ گفت: آره. حاکم گفت: چرا این کارا رو میکنی؟ الاغ گفت: واسه این که من خرم. حاکم فکری کرد و گفت: خب خره دیگه، چی کارش میشه کرد؟ بله، حکایت اینه که وقتی عاشق موجودی میشوید مراقب باشید. عشق چشمهایتان را کور نکند.